الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، چون در ماه ربیع الاول هستیم و امروز دقیقاً 11 ربیع الاول هست و در نزد اکثریت علما امروز روز زادروز پیامبر صلی الله علیه و سلم هست و خیلی زیاد از شما عزیزان درباره جشن گرفتن زادروز پیامبر و بالذات درباره مولود پرسیده استادید. میخواهم یک صحبت مختصره که همراه شما عید مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشم. پیش از همه تمام علما اتفاق هستند که پیامبر در روز دوشنبه ماه ربیع الاول به دنیا آمدند. ولی در کدام روزش، آیا 12مش، آیا 11مش، آیا 2 ربیع الاول، آیا 22 ربیع الاول، بین علما اختلاف خیلی بزرگ است. اگرچه همگی اتفاق هستند که پیامبر 12 ربیع الاول وفات کردند، یعنی روز مرگشان 12 ربیع الاول هست، اما درباره زادروزشان که آیا 12 هست اختلاف بزرگ است. ولی با حدیث صحیحی که انس ابن مالک روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه به دنیا آمدند، آن هم در روز دوشنبه ربیع الاول. اما چندم تاریخ چندمش این بین علما اختلاف است. و درباره زادروزشان آیا پیامبر چیزی گفتن یا نگفتن؟ در این باره فقط در ما یک حدیث آمده است، اون هم در صحیح مسلم است و در دیگر کتاب های سنن هست، اگرچه در بخاری ذکر نشده باشد هم، که وقتی درباره روز دوشنبه پیامبر را میپرسند، پیامبر میگویند فیه ولیدت و فیه انزل الیه. من در روز دوشنبه، یعنی من روزه میگیرم روز دوشنبه را، چون در آن روز من تولد شدم، شاید به خاطر شکرگزاری به نعمتی به دنیا آمدن باشد، و این چونین در آن روز به من اولین بار وحی نازل شد، من پیامبر اعلان شدم. و در حدیث ابوداود آمده است که و در آن روز نامه اعمال بندگان به نزد پروردگار برآورده می شود و من دوست می دارم نامه من برداشته شود به بالا در حالی که من روزه دار باشم. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم یگانه در همین حدیث من در روز دوشنبه تولد شدم و این چونین دیگر از سبب‌های روز دوشنبه را میگویند یا فضیلت‌هایش را که در این روز من پیامبر شدم و در این روز نامه اعمال به بالا برداشته می شود. و عجیبش این است که در همین روز هم پیامبر در روز دوشنبه هم وفات کردگی هستند. یگانه همین حدیث است درباره زادروز پیامبر. ولی که نگاه کنیم پیامبر هر سال فقط یک روز را نه، هر هفته در طول ماه روز دوشنبه و پنجشنبه رو روزه می گرفتن و یکی از سبب‌های روزه‌گیریشان رو میگویند گویا که چی باشد، برای شکرگزاری نعمت باشد. این روز من تولد هم شدم. اما همچون یک جشن که بیاید امروز روز تولد من است، برای شکرگزاری به پروردگار یک عید کنیم، یا چگونه که امروز در خیلی زیاد کشورهای مسلمان نشین در پاکستان و ترکیه و دیگر زیادی از کشورها در مغرب و جزایر میبینید که این روز رو خیلی با شکوه جشن میگیرند. این کارها رو پیامبر کرده بودن یا کرده نبودن؟ اصلا نکرده بودن. و درباره کی این کارها پیدا شد، کی پیامبر صلی الله علیه و سلم را و مولودشان را این گونه با شکوه جشن گرفتن و گویا که این روز هم یک روز مبارک هست مثل روزهای عید فطر و عید قربان، این کارها کی پیدا شد؟ اگر نگاه کنیم بین علما اختلاف است. بعضی از علما میگویند که این را اولین بار در عصر چهارم، تقریبا پس از 300 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم، فاطمی ها که اصلا شیعه هستند و خیلی عملهای زیادشان خلاف سنت است و پناه به الله بسیارشان حتی میگفتند که باید به جای پیامبر علی پیامبر میشد، انا اینها در مصر شروع کردند. آن هم وقتی به مصر رفتند و دیگر خلافت را گرفتند و برای مردم مصر خواستند خود را نزدیک کنند، انا امروز روز زادروز پیامبر است، برای شماها هدایا میدهیم، انا امروز زادروز علی هست و فاطمه هست. گویان همه این زادروزها را پس از 300 سال مرگ پیامبر در دقیقاً عصر 4 هجری فاطمیان پیدا کردند. اما بعضی از علما از جمله امام ذهبی و این چونین ابن کثیر در بدایه و نهایه و خطا نکنم امام سیوطی هم میگویند نه، اولین بار تقریبا سال 600 هجری، اون هم در عصر 7 هجری، یعنی تقریبا پس از 600 سال مرگ پیامبر،
مولود رو جشن گرفتنش را مظفرالدین ابو سعید کوکپوری شروع کرد. مظفرالدین ابو سعید کوکپوری اگرچه یکی از امیرهای خیلی با وفای صلاح الدین ایوبی بود و از مردهای سخاوتمندترین بود و تقریبا تمام علما از امام ذهبی شروع کرده تا ابن کثیر درباره زندگی نامه مظفرالدین میگویند یکی از امرای بود که در تاریخ مثل او کم پیدا می شود. هر روز به مردم صدقات میکرد. انا او اولین بار جشن مولود را شروع کرد، پروردگار او را ببخشد، و گفت در این روز من از آن صدقه هایی که میدادم چند برابر زیاد میدهم، مخصوصا برای علما، و گفت کوچه ها را بیارایید، شهرها آراسته شوند و از خزینه بیت المال یا از خزینه دولت به تمام مردمان هدایا بدهید، تحفه ها بدهید، بگذار این روز جشن تولد پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلان شود و مردم جشن بگیرند. و انا همین گونه اکثریت مورخین میگویند اولین بار مظفرالدین بود که جشن پیامبر را قید کرد و مردم هم دیگر از پی او شدند و پس از این هر سال به قید کردن شروع کردند. و اگر به این نگاه کنیم، این جشن رو قید کردن یا جشن گرفتن زادروز پیامبر رو حتی بعضی از علمای اهل سنت مثل امام نووی و خود امام سیوطی، ابن حجر اسقلانی، اینها میگویند یک بدعت حسنه هست. از کجا بدعت حسنه هست؟ میگویند در این روز مردمی که اینقدر با اون همه استعمار مغول و دیگر جنگ های صلیبی و آن همه مشکلی ها از تاریخ پیامبر دور شدن، به خاطر همین روز زادروز پیامبر خیلی زیاد سیره پیامبر یا تاریخ پیامبر رو میخوانند و مجلس ها میشود، در مسجد ها درباره زندگی پیامبر صحبت میرود و این چنین دولت ها، یعنی همگی که کشورهای مسلمانی بودن، به مردم هدیه ها میدین، با که ندارد امروز رو همچون یک یاد پیامبر قید کنند. اما این خلاف جمهور علما هست. یعنی سخن یک دو سه عالمی که البته با اجتهاد خود میگویند پس چی ضرر دارد اگر در این روز مردم خرسندی کنند و هدایا داده شود و شیرینی ها، و که علل خصوص در مصر خیلی شیرینی به مردم تقسیم میکنند، در ترکیه هم این گونه هست، چی مشکل دارد مردم یادی از پیامبرشان کنند؟ ولی ما ایدهای خود را علل خصوص مسلمان ها با اجتهاد یک عالم، یک امیر، یک پادشاه هرگز نمیگیریم، چون اید هم شریعت است و از روزهای مخصوصی هست که در این روزها عبادت های مخصوص کرده می شود. مثلا در عید فطر، در عید رمضان نماز عید هست، در عید قربان کارهای مخصوصی خودش هست. عید را باید صاحب شریعت معین کند و صاحب شریعت پروردگار یگانه با زبان پیامبرش برای ما دو جشن بزرگ را اعلان کرده است، آن هم عید فطر و عید اضحی که پیامبر میگویند کلی خرسندی هایتان را در این روزها بکنید. اما این جشن هایی که بعد از این هست، پیامبر در حیات خود نه آن روزی که به مدینه هجرت کرده بودند، نه آن روزی که اولین بار در جنگ بدر غالب آمده بودند، نه تولد فرزندان خود را، نه نبیره های خود را، نه حتی فتح مکه را که پس از 10 سال آمدند و باز وطن خود را از دست مشرکین آزاد کردن قید نکرده بودند. برای همین عزیزان اینجا اگر به خود شریعت برگردیم، ایدها رو ما باید از صاحب شریعت بگیریم، نه از سخن یک عالم یا یک امیر. مظفرالدین گفتیم یا بعضی از علما گفتن کاری خوب است، ولی آره اینها شاید اجتهاد کردن، شاید چیزی دیگر، ولی ما باید آن چیزی که در شریعت است آن را بگیریم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ایاکم و المحدثات الامور، شمایان از کارهای نوپیدایی که در شریعت نیست و آن را همچون ثواب انجام میدهید ایاکم برحذر باشید، فان کل محدثه بدعه، بدانید که تمام کارهایی که شما نو ایجاد میکنید و این از شریعت است میگوید این بدعت است. آره بعضی کارهایی هست مثل جمع شدن قرآن یا نماز تراویح، ولیکن اینها اصل دارد. پیامبر قرآن را به بعضی از صحابه ها نویسید میگفتند، پیامبر تراویح را 1-2-3 روز اول خوانده بودند، ولی مولود را پیامبر در حیاتشان جشن نگرفته بودند، نه صحابگان، نه تابعین، نه تبع تابعین. در یگان از کتاب‌های ابو حنیفه رحمت الله علیه و شاگردانشان، امام احمد و شاگردانشان، یعنی شاگردانی که در یک عصر زندگی کردن، امام مالک و امام شافعی پیدا نمیکنید که گفته باشند که
خوب است، بهتر است که جشن مولود جشن گرفته شود. برای همین اینجا اگر به تاریخ مولود نگاه کنیم، پیدا شده است پس از 600 سال پیامبر، آن هم به دست یک امیره که با همین سبب به مردم خیلی هدایا میداد. ولی جمع شده مثلا به یاد آوردن همین روز که امروز پیامبر تولد شدن و گفتن به فرزندان که میدونی همین روز زیاده از 1400 سال پیش پیامبر به دنیا آمدن، با که ندارد ما هیچ جشن نگرفته استودیم، فقط به خاطر فرزندان آورده استودیم. و یا اینکه سیره پیامبر را، تاریخ پیامبر را با هم درس خواندن، بیاید با هم در یگان خانه درس میکنیم. مخصوص همین روز نه، دیگر روزها جمع شده، این طلب علم است با که ندارد، اما مخصوص فقط همین روز به خاطر آوردن پیامبر، فقط همین روز هدیه دادن، فقط همین روز خرسندی کردن، این یک جشنی است که در شریعت در اصل شریعت وجود ندارد و چه خیلی که گفتم در عصر هفتم هجری پیدا شده است. اما اینکه مسلمانی که در حقیقت این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، میگوید الله که ای مسلمان ها، اگر شما الله را دوست دارید پیامبر خود را پیروی کنید، در این وقت الله شما را دوست می‌دارد. مسلمان ها همیشه باید به یاد پیامبرشان باشند، باید همیشه صلوات بفرستند، باید پایبند سنت های پیامبرشان باشند. مسلمان ها باید تاریخ پیامبر را از تولدشان تا دم مرگ و حدیث های پیامبر را بیاموزند. و این مخصوص یک روز نیست که ما فقط همین روز به یاد پیامبرمون را می آوریم، اما پس از این روز دیگه هممون از پای زندگیمون می شویم. و به یاد من می آورد جشن مادر را، یعنی روز 8 مارس رو هم روزی جشن مادر میگویند، گویا که مادر فقط همان روز باید به یاد آورده شود، فقط هدیه ها باید روز 8 مارس داده شود، در حالی که مسلمان باید هر روز به مادرش هدیه کند، باید هر روز مادرش را خرسند کند. پس مولود پیامبر هم عزیزان یاد پیامبر، ابراز محبت به پیامبر و این چنین صلوات به پیامبر، شکرگزاری به نعمت آن که پیامبر به دنیا آمده بودند مخصوص همین روز نیست. شما هر روز این کار را میتوانید، هر روز میتوانید به یاد پیامبرتان و پیروی پیامبرتان باشید. این بود موضوع مختصری من، اگرچه گفتم مختصر لیکن باز طول کشید. در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.